اینها سلبریتی هایی هستند که در این 7 ماه حرفی از غزه نزدند و با سکوتشان از اسرائیل حمایت کردند. این هشتگ را ترند کنید. هشتگ #BlockOut2024 عبارتی به زبان انگلیسی که ساده‌اش می‌شود تحریم رسانه‌ای آدم‌های معروفی که در برابر جنایات این روس‌های صهیونیست‌ها ساکتند. هشتگی که توسط کاربران آمریکایی در شبکه اجتماعی تیک تاک پرتکرار شد و حالا پایش به کشورهای دیگر هم باز شده. به دیده شدن این هشتگ کمک کنید. فهرستی از افراد مشهور عرب زبان منتشر کردم، آنها را مسدود کنید. این اولین فهرست مسدود کردن صفحه افراد مشهور فرانسویه که در مورد فلسطین صحبت نکردند. فعالان شبکه‌های اجتماعی با ویدیوهای مختلف از کاربران می‌خواهند در این جنبش آنها را همراهی کنند. سلبریتی ها را مسدود کنید. کسانی که نسل‌کشی را می‌بینند و سکوت می‌کنند دوست داشتنی نیستند. کاربران لیست کسانی که باید مسدود شوند را هم در صفحاتشان منتشر کردند. تأسف برای همه کسانی که در این لیست هستند. شما از نسل کشی حمایت کردید. 1/3 از فهرست دنبال شونده های من از بین رفته. اگر فرد محبوب شما در مورد نسل کشی صحبت نمی‌کنه، اون رو مسدود کنید. میگویند شهرت مسئولیت اجتماعی دارد و انتظار دارند آدم‌های شناخته شده با حرف زدن درباره فلسطین به مسئولیت اجتماعیشان عمل کنند. این افراد مشهور را در شبکه‌های اجتماعی مسدود کنید. آنها نتوانستند از شهرت خود به نفع مردم رفح استفاده کنند. اگر افرادی که مسدود می‌کنید زیاد شود، مشارکت، بازدیدها، لایک‌ها و نظرات آنها کمتر می‌شود. بنابراین درآمدشان کاهش می‌یابد. من 80 نفر را در تمام حساب‌های اجتماعی مسدود کردم. همچنین تمام شرکت‌هایی را که با این افراد مشهور بیفایده همکاری می‌کنند یا متعلق به آنها هستند مسدود می‌کنم. کاربران معتقدند جنبششان جهانی است و قرار است از هر چهره مشهوری که درباره جنایات صهیونیست‌ها و مظلومیت مردم فلسطین حرف نزند رو برگرداند. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.